سلام خدمت دوستان عزیز، حال دلتون چطوره؟ خوشگلا داداشتون محمد رضا اینجاست. بعد از یک غیبت خیلی 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 طولانی امروز اومدم خدمتتون با یه بازی فوق العاده کلاسیک قدیمی ولی شاهکار. سال 2012 2013 اومد یاره، اگه اشتباه نکنم. بله، بازی رزیدنت ایول 6 که به اعتقاد خیلی از یوتیوبرای مثلا گیمر بازی چرت کپکامه، که وقتی که من این ویدیوها رو میدیدم تو یوتیوب اصلا انگار یه فشار خیلی وحشتناکی میرفت توی من، که اینا میگفتن رزیدنت ایول نمرش 3 نمیدونم و یکی میگفت نمرش 5. بعد مثلا رزیدنت های حالا قدیمی 3 و اینا که اونا اصلا عالی است، ولی اونا رو مثلا 9 میداد نسخه پلیوانو. قشنگ بود بابا، ولی نه دیگه نسبت به نسخه 6ش که یه انقلاب عظیمی شد توی بازیاش، و نمراتش هم خیلی نمرات خوب و قابل قبولی بوده. و فقط برین توی ویکی‌پدیای رزیدنت ایول 6 رو نگاه کنین که چه نمره‌هایی داره، چه بازتابایی داره. و فقط توی چند ساعت اولش یادمه که زده بود نزدیک نمیدونم 4 میلیون نسخه فروش رفته بود. خیلی اصلا بازی عجیب و خوبی بود. برای همین تعجب میکنم یه سریا میگن این بازی بده و ممبراشون هم سریع قبول میکنن. یعنی من میرفتم کامنت میذاشتم گفتم آقا باشه علمی داری میگی رزیدنت ایول 6 داغونه، همه حمله میکردم به من و مجبور شدم کامنت ها رو پاک کنم. ولی حالا امروز اینجاییم که بریم با هم دیگه چند تا پارتش رو بریم جلو، ببینیم که بازی که مال اون سال بوده روی پلی استیشن 3 فورم اومد و نسخه های ایکس باکس چه لذتی داشته. بازی تنها بازی رزیدنت بود که 2 نفره میشد. البته نسخه 5 هم 2 نفره میشد، ولی این 2 نفره میشد کاراکترهای زیادی داشت، کاراکترهای خفنی داشت و هر کاراکتر داستان مخصوص خودشو داشت که باز یه جا به هم دیگه وصل میشدن همشون. ولی متاسفانه خیلی هم میگن که نه، این رزیدنت نسخه خوبی نیست. همراه من باشین و اگه صدای من یکم نویز داره دیگه ببخشید، بخاطر که کولر روشن، خیلی گرمه، خیلی هوا گرم شده، تقریبا نزدیک 40 درجه بود امروز. و دیگه وقتتون رو نمیگیرم دیگه، ماچ به کله همتون. بریم سراغ پارت اول بازی رزیدنت ایول 6. برو بریم. خب من بازی رو از اول آوردم که قشنگ ببینین چه داستانی داشته اون موقع برای خودش رزیدنت 6 و شروع جذاب بازی رو داریم اینجا. رزیدنت ایول 6 اولش زیاد اون دمو رو نداره که بعد تو حالا هوای رزیدنت باید اول بازی ران کنین، چون داستان اصلی رو داریم اینجا ما. خیلی خب اینجا که مشخصات میخواد، اینا که کاری نداریم، خوبه روی بالاترین باشه حداقل. و شروع میشه بازی الان. یعنی من برای نمیدونم بار چندمه که دارم اینو بازی میکنم. قدیم خیلی باحال بود، نصبش میکردم رو سیستم، همیشه بازی میکردم، ولی چون یه مدت نه سیستم داشتم نه لپتاپ، اصلا این بازی قسمت نشد برم سمتش. واسه کنسول خواستم ولی خیلی گرون در میومد برام، ارزش نداشت. و شروع شد کپکام پرزنت. واقعا درک نمیکنم میگن این بازی نمره پایینی داره یا مثلا چرت و پرته. همه چیش خوبه، همه چیش. دیگه از اینجا بعد ساکت میشم و فقط ببینین دیگه شروع کار رو. واقعا یه سری جا زود میگذارم. قدر این لحظاتون بدونین رفقایی که سنتون کمتر از منه. و شروع میشه تازه اینجا. موزیکو بگردم. و کارگردان ایچیرو ساساکی ایچیرو ساساکی، اشتباه اسم گفتم. و شروع انقلابی.
فقط امیدوارم که همه چیز به خوبی و خوشی و درست ضبط بشه، مشکلی نخوریم. یادش بخیر واقعا. ولی جدی بازی های جدید انقدر بهم حال نمیده که این بازی بهم حال میده. الان دوباره نصبش کردم. اینجا شروع شد. یه دوربر نگاه بنداز، بدشش عقب، بکشش عقب. بودو. و اینجا خوشگل پسر همیشه رزیدنت آقای لیان. جیگر تو بخواهم اینقدر گرافیک داشت اون موقع صورتت. و بازی به صورت رسمی دیگه از اینجا استارت رو به ما داد دیگه. برو بریم. اینجا باید بریم یه حاج خانوم و حالش رو خوب کنیم. انگار بازی داره اینجا از آخر به ما تقریبا نشون میده. بعد ببینین آجی کیفیت مال سال 2012 ها، مثلا نسخه ریمستر و از اینجور داستان ها نیستش. نسخه 2012 شه قشنگ. کیفیت مول دست، بعد لباسا رو شما نگاه کنه. بعد اساتید میان میشینن میگن رزیدنت 6 نمره بدی از نظر من داره. نظر تعییزم بذار برای خودت. اینجوری با کار لذت این بازی رو از خیلی هم میگیری. یعنی به هوای حرف شما اونا هم بازی نمیکنن، میگن آه نه بازی چرت و پرتیه. موهاشونو تو نگاه کن چه خوش رنگ و رابه. بده بیاد. اوکی آر بده بیاد. آها یه دو دیگه تموم کار. اگه قسمت باشه تا آخرش براتون بزنم حتما میگم اینی که توی هلیکوپتر نشسته کیه. یعنی تیکه به تیکه این بازی رو حفظم من دیگه. فکر کنم نزدیک 3-4 باری بوده تمومش کردم کل کاراکتراشو. اینقدر دوستش دارم این بازیو که دوباره ریختمش. کل نسخه های رزیدنت به نظر من شاهکاره، ولی این نسخه اصلا یک وایب دیگه ای داشت برا من. یکی خب فعلا باید راه بریم تا جای ماشین باید پیدا کنیم. اینجاست فکر کنم اگه اشتباه نکنیم. بله بکش آج خانوم ها. آج خانوم هم همونجوری کج نشسته. بله قسمت ماشینشه. اینجا اتفاق باحالی قراره برامون بیفته. بعد وایب دوربر رو نگاه کنید چقدر باحاله. ما بعد اینجا بیایم داخل این ماشین چک بزنیم. بله این علف زیبا رو باید برداریم بدیم به حاج خانوم که استفاده کنن. بده بیاد. Leon, are you there? Hunnigan. Good to hear you're دیگه okay. میتونین حدس Where's بزنید. این Helena? داداشمون داخله یه حرکتی الان رومون میخواد She needs بزنه. medical attention. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. با وایسن فلان این Okay, listen. فایت Just زدن follow my آبجی با instructions. حاج آقا تموم شه. بعد هر کدوم از پلیرهایی که شما برمیدارین کاراکترها این قسمت نمیدونم مهمات و این گوشیش جداه، یعنی طراحی مخصوص برای خودشون داره. اینش هم Hold جالبه. on, Helena. به هلینا جان تزریق کن. بگردم به این Many good agents have کیفیت. died here today. You're not getting added to that list.
به 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 داشی میاد الان. روی این تیر زدن اینجا هیچ فایده ای نداره. بیشتر داشتن این کار. خب اینجا تیر زدن فایده ای نداره چون نمیمیره. باید بیاد بغلمون کنه حتما. عرض کن بره. زامبیا چقدران چقدر بد بدنن تو این بازی زامبیاشن. بزن توش. نیام. چرا زامبیاش حالا درسته مثلا زامبیاش کم کیفیتن یه سری جا، ولی میشه از اینجور چیزا بگذریم. خیلی فاکتورهای مهمتری داره که بخوایم بیخیال اینا بشیم. خودمونم الان جون نداریم. یکی ما میخوریم. یکم بدیم با آبجی جانمون. How do you feel? I think I'm gonna be okay. Thank you. شکرتیم خوش خانم. ما جونمونم برای شما میدیم. We're heading to the quad tower. میگه که سریع از اینجا گورتون رو گم کنین. ولی باید بریم سمت یه دونه برج. I can't abandon them. و داخل اون برج اینجا زنگ زد بشیم. I've sent over the field guide to your PDA. خیلی خوب. درخش اینجا باید گوشی زنگ خورد و میریم ادامه مأموریت. ای بابا. یعنی یه زنگ میزنندت خب همه معادلات به هم میریزه کلا. و اینجا باید بریم پایین. بودو بعد بازی شاهکاری بود ها. 2 نفره که میشه چی مأموریتاش خیلی خفنه. بیا آبجی جان در رو باز کن که از اینجا اون شهر معروف شروع میشه. خوبه. و بعد بریم تو قسمت اون دوتا برجی که اونجا داره نشون میده. و دهنمون قرار سرویس بشه تو اون راه. بپر پایین. خب آها کشتی کجم بود توش. نکشیمون. ها خسته شد آقا لیان. چه غلطی میکنم. یکم شرمنده خیلی وقت بازی نکردم. نمیرین دیگه. خیلی خوب. کلن توی این مرحله هاش نباید زیاد عجله کنیم و باید ببینیم خود بازی چه آشی برامون میپذه. بودو بیا بریم اینجا. هیچ فایده ای نداره زدنشون. بودو اینجا دیگه انفجار داریم در تصویر. قبول دارم اینجا شکم تخیلی طور هستش که ماشین اینجوری دارن پرواز میکنن سمت ما میان، ولی دیگه جزء اکشن بودن بازی. این بازی دیگه سطح اکشنش خیلی بالاتر از بقیه رزیدنت هست. حالا داداش داریم بودو تمام. او آره گم شد بی پدر. شهر رو زد ترکون یه دونه هواپیما بر خودش. چهره لیان اصلا نگاه کن. کاش که مای من اینقدر مثل تو خوشحالت بود. نگاه کن. بشین پشت رول داداش که داستان داریم اینجا.
بکش بالا برو. درگیریم اینجا خلاصه زیاد با این هلیکوپتره. این صحنه‌شو ولی درک نمی‌کنم که این اسکول داره میرون قیافش زامبیه، این داره میافته، این احمق میاد نجاتش میده مثلا. خب بیا مرض بدون نمیری دبل شاتت باید بکنم تو پوفیوز. بکش بالا، فقط بکش بالای هلیکوپتر کوفتی رو. اینجا رو داشته باش، سکانس رو ببین اصلا تو کیف میکنه آدم. بعد یکم تعجبه که اینا اینقدر به در و دیوار میخورن چرا هیچ مرگشون نمیشه. یعنی شیشه ها باید مستقیم انا میرفت باشی کون لیون که متاسفانه نرفت. خب فایده نداره داشت، ول کن و شورش کن. فقط کافیه که بیفتی و پایین یه گروپ سهم قرار روتون زده بشه. و اینجا بدو فقط بدو. این هم از یه شروع سمه دیگه واسه بازی دیگه. چرا همه بازی ها مثلا باید خیلی آروم و چیل شروع بشه؟ این داره قشنگ به شما یه بازی اکشن رو یادآوری میکنه که بابا انتظار بازی های آروم و نمیدونم صورتی پورتی نداشته باشین. و اینجاش قشنگه دقیقا اینجا هاچی. خب آخر بازیه که نشون میده و باس فایتش هم این آخریه. چه حسی نه استاد اومد اینجا. Back for more. و تازه بازی شروع شد. موزیک متن رو فقط داشته باشید. اصلا این صدای بیشرف که میگه رزیدنت ایول 6 قلب منو درد میگیره. جدی شروع داشتین انصافا بعد الان بگین این بازی چرت بود یا نه. تازه الان بازی میره وارد مرحله میشه و اینجا دارین شما میبینی که بخش کاراکترها رو لیون با همین هلینا بودش که الان رفتیم. کریس با یک یار داره اینجا که اینم همون یار خودشه و استاد جیک و یک دختره هستش اینجا اشلیه فکر کنم اسمش که اشتباه نکنم. نگاه کن نه شری. این دوتا اصلا سبک داستانشون خیلی فرق داره. پسره انگار یه حالت ویروسی تو بدنش داره که دنبالش هستن خیلیا که او شری نجاتش بده و استاد کریس که این دوتا هستن و اون یار خوشگلم هست بغلش این پسره که اتفاقات تلخی واسه کریس میفته. و قسمت آخر ایدا شما یعنی حتی میتونید با ایدا هم بازی کنید توی این و چون تک نفره ایدا مثلا برای قابلیت 2 نفرش میتونید با یارو سربازم حتی برین جلو. کلا بازی گادیه. ما همون بخش لیانش رو شروع میکنیم مودو میزنیم رو نورمال سینگل مود میریم جلو. بعد انتخاب کاراکتر داره براتون، حتما نمیخواد با کاراکتر اصلی هم برید شما که ما کلا آقالیان رو برمیداریم. و اینجا بالا اتک ریاکشن داره و اینفینیتی ایمو که یعنی تیراتون میخواد نامحدود باشه یا نه، ولی ما این اتک ریاکشن رو فعالش میکنیم و استارت میخوره بازی. همیشه اولش با لیان من میرفتم و الانم با لیان میرم که یکم داستان رو ببینی. خب چی شد؟ اینقدر خمیازه دارم میکشم احساس میکنم مثلا یه هفته نخوابیدم. Here too. This is getting out of control. چی داری برامون اینجا؟
power's out. برق که نداره. بریم دیگه، بریم همین مسیری که خود داداش داره میگه. ما چون کلا داستان میخوایم اول بریم جلو، بعد واقعا من موافقم با نظر اون اساتیدی که میگن این بازی نمرش کمه. بابا جمع کنی بابا، بازی به شاکاری میگن نمرش کمه. آیه لیان نگاه کن، Where are you? جمله فلسفی میگه استاد. بریم حاج خانم رو نجات بدیم و پارت اول رو ببندیم. برو دیگه، گام شد دیگه بابا، وایستادی اینجا برا من. اسکو یک مهمونی اینجا میاد راستی. You're scared. اینقدر من دنبال یک کت چرم لیون بودم. من از این پوفیوز سریعتر جلو برم. Stay sharp. 40 متر رو 40 متر بعد همینجوری آروم آروم راه بریم. آره جالبه که شما هنوز روشن اینجا. خدا دیگه بابا، پارمون کردی. میشه بدوین؟ بسه یارو دوشه، فکر کنم اجازه بده بدوین. با گم شد تو جلوتر برو، اگه مردی یه غلطی میکنم. آتش سوزی. هیچ صدا سمی بود. We need to find her. We خب will. Just اینجا stay که close. هیچی نیست. Thank you. بپر لیز. کی اینجوری صدا میکنه؟ درک قفله. الان دقیقا اینجا دنبال چه چیزی تو؟ Please answer. It's your daddy, Liz. برام بالا. حالا اون حرومزاده نمیدونم میخواد چی کار بکنه. میخواد اون در رو باز کنه. خب برو باز کن از اول دیگه. اومدی یه سال لیز لیز میکنی برا ما. واو خیلی ممنون. و اکسید اینجا جای اصلی حتما. مادر لیان دیگه، پدرمون در بودی. برو دیگه داشت میشه بیا اینجاست. اینجا نگاه کن پشت این در. حروم زاده بیا دیگه. ای خدا، باید حتما بیام پشت سرت. But we got cut off. اصلا مشخص I know از she's here. حالش. Somewhere. وا کن فقط، وا کن سریع. Hands up motherfucker. هیچکی نیست اینجا. خانم لیفتشونه منم به فاکن. خب نمیشه نارنجا این اصلا بندازن زیر پاشون. The underground parking lot. The elevator is up ahead. دبل تفنگ هم It داریم still ما تو. works. ولی کلا لیان و تک تفنگ بازیاش. خدا آخه جالب. الان میریم جلوتر باید بکشیم اینا رو. خب بعد اینجوری داریم کاورشون هم میکنیم تا آسانسور. برو بذار من ازتون جلو بزنم. Let's get this out of our way. راهو من باید براتون صاف کنم. آره ایوه. دختره اینقدر داغون بود چطوری پرید جلو ما؟ خب چی شد؟ فکر کنم چپتر یک رو به اتمام رسوندیم اینجا. آره نه خیلی همین چپتر یک موجود تا همینجا. فکر کنم که بس باشه پارت اول. خب دوستان عزیز، این بود از پارت اول بازی شاهکار رزیدنت ایول 6.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگه دوست داشتین حتما برام کامنت بذارین. پارت های بعدیش هم براتون میذارم همینجوری دیگه. واکتور گیم اوکی و به زود قراره که بریم وارد استریم بشیم. یعنی برای بچه استریم آماده باشین که ممد آقا قراره بیاد دیگه داخل استریم با دیوونه بازیاش. خیلی دوستتون دارم رفقا. تو این شب و روزی که برق میره مواظب خودتون باشین و سعی کنین سالم زندگی کنین. تا دیداری مجدد اگه عمری بمونه، بدرود.